سلام، خیلی خوش اومدین به این جلسه از کلاس یوگای مبتدی. من توی تمرین امروز قراره بهتون آپشن بدم، پس راحت باشین و هر کدوم از آپشنایی که واسهتون راحت تره برای بدن شما مناسب تره رو انتخاب بکنین. نیازی نیست خیلی به خودتون فشار بیارین و یادت باشه که همیشه باید به بدنت گوش بدی. پس اگه احساس درد یا فشار زیادی کردی توی تمرین، یه قدم به عقب بردار و تمرین بر خودت راحت تر کن. توی حالت نشسته راحت قرار میگیریم. دستا رو میذاریم روی زانوها، چشمامون رو میبندیم. سرشون رو ریلکس کن به سمت زمین، قفسه سینه باز. شروع کن به دم و بازدم گرفتن. تمرکزتو بده به نفست. خودتو بیار توی لحظه حال. دم و بازدمتو ببین. سعی کن بدنت ریلکس باشه. فکرایی که مال قبل از کلاس رو بذار کنار و فقط تمرکزتو بیار روی بدنت. آروم چشممون رو باز میکنیم. تمرینمون رو از حالت چایلد پوز یا بالاسانا شروع میکنیم. زانوها رو میتونی اندازه عرض متت باز کنی. لگن میاد روی پاشنه پا. دستا رو بکشیم جلوی بدن و پیشونیمون رو آروم بذاریم روی زمین. سرشونه ها ریلکس باشه. دستا رو رها کن روی زمین. ستون فقرات کشیده. کم کم بیا روی انگشته دستت. مچ دستت از زمین جدا شه. آروم پشتمون رو گرد میکنیم. کتفا رو از پشت به هم نزدیک میکنیم. میایم به حالت 4 دست و با انگشتای دستم روی زمینه. و دوباره کف دست رو میخوابونم روی زمین. زانوها رو جمع میکنید. میاد اندازه عرض لگن زانوهاتون باز میشه. انگشتای دست باز. شروع کن حول محور مچ دست دایره بکش. خیلی آروم جهت دایرت رو عوض کن. وزن رو میندازیم روی انگشتای دست. سرشونه میاد جلو. دوباره برمیگردیم. حالا انگشتا رو بچرخونیم به سمت پهلوها و بریم به سمت راست و چپ. یه ذره کشش توی ساعدت جد داشته باشی. و دوباره برمیگردیم به سمت روبرو. میشینیم روی زانوهامون. دستامون رو میذاریم روی زانوها. با دمی که میگیری کتفا رو از پشت به هم نزدیک میکنی. لگنتو میدی عقب، سینه باز. سرتو بفرست بالا. و با بازدمت کتفا رو از پشت دور کن. شکم بده داخل. چونه به سینه نزدیک. پشت گردن کشیده. دوباره دم، قفسه سینه باز. بازدم، پشت گرد. دم، قفسه سینه رو باز کن. بازدم، پشت گرد. یه بار دیگه دم بگیر و بازدم. برمیگردیم به حالت 4 دست و پا. شکممون رو داخل نگه میداریم. پنجه‌های پا روی زمینه. پای راستمون آروم کشیده میاد بالا. وزن ننداز روی لگن چپ. لگنت هم نچرخون. پای راست میاد بالا. دستا رو به زمین فشار بده. آروم پای راستت بیاد نزدیک زمین، بره بالا. یه ذره عضلات باسن رو بیدار کنیم. بیاد نزدیک زمین، بره بالا. تکرار. دستا اکتیو، نفس راحت، گردنتو ریلکس نگه دار. پا رو بالا نگه میداری تا جایی که میتونی. سعی میکنی دست راستتو به زمین فشار بدی و دست چپتو آروم بکشی کنار گوش. گودی کمر رو میگیریم. پاها صاف، دستا صاف. نگه دار. آپشن اول اینه که اینجا نگه میداریم. آپشن دوم، زانو رو خم میکنیم. آرنجمون رو میرسونیم به زانو از داخل. پشت گرد. دوباره دم، دست صاف و کشیده. بازدم، پشت گرد. تکرار کن. دم، یادت باشه میتونی توی قبلی نگه داری ثابت. بازدم. بار آخر دم.
و باز جفت دستا رو میذاریم روی زمین. انگشتا رو میچرخونیم به سمت زانو. میتونی یکم فاصله‌شو با زانوت کمتر کنی که راحت تر شه. حالا دم بگیر، کتف از پشت نزدیک لگن بالا. چونتو بکش به سمت سقف. بازم پشتتو گرد کن، کتفا رو از پشت دور کنیم، لگن بره داخل. دوباره دم و بازم. بار آخر و بازم. دستا رو میچرخونیم به سمت روبرو. پنجه ها رو به زمین فشار بده، پای چپتو آروم بیار به سمت بالا. حواست باشه لگن این شکلی نمیچرخه. لگن توی یک خط قرار میگیره. پای عقبی اکتیو، زانوی صاف. آروم بیارش نزدیک زمین، ببرش بالا. دوباره بیاد نزدیک زمین، بره بالا. چونه رو به سینه نزدیک نکن، گردن در راستای ستون فقرات و پا رو بالا نگه میداریم. پنجه پای راستو به زمین فشار میدی، دست راستتو میکشی به سمت بالا. با دست چپت زمین رو هل بده بره پایین. نگه دار، یا اینجا ثابت میمونیم یا با انقباض شکم آرنج رو به زانو نزدیک میکنی از داخل. دوباره دست صاف میشه. تمرین تعادلیه، نگاه به یه نقطه. دم بازدم. یه بار دیگه دم و بازدم. آروم برمیگردیم 4 دست و پا. خب بریم ته متتون. همچنان توی 4 دست و پایین، مچ دست زیر سرشونه است، زانو زیر لگن. میخوایم بریم به حالت پاپی پوز. یه تمرین خیلی خوبه واسه کشش قفسه سینه و سرشونه ها. توی حالت 4 دست و پا قرار میگیریم. با دستمون حرکت میکنیم، آروم آروم میایم جلو بدون اینکه لگنمون بره پایین. لگن بالا میمونه. فقط با دستت حرکت میکنی، میای جلو. حتی میتونی سر متت رو بگیری اگه متت لیزه و سر میخوری. آپشن اول، پیشونی رو میذاریم روی زمین. گردن ریلکس. آپشن دوم، اگه راحت بودید چونه میاد روی زمین. پیشونی راحت تره، میتونی پیشونی رو بذاری و نگه داری. سرشونه ها رو ریلکس کن. سعی کن قفسه سینه باز بشه. نفس بگیر و آروم ساعدتو بذار روی زمین، بخواب روی شکم. توی تمرین قبلی شاید نفس کشیدن یه ذره سخت باشه، ولی خودت سعی کن به زور نفس بکشی. ساعده رو بذاریم روی زمین به طوری که آرنجمون زیر سرشونه قرار میگیره، کف دستا باز، گوشو از سرشونه دور میکنیم. سینمون از زمین جدا میاد به سمت روبرو. اگه دیدین به این حالت قرار گرفتیم، یه ذره دستا رو بکشین جلوتر. کتفا رو از پشت نزدیک کن، قفسه سینه باز. دستا رو به زمین فشار بده، انگار که داری متتو میکشی به سمت خودت. قفسه سینه باز. نفس بگیریم، پایین کمر ریلکس باشه، میتونی باسن رو منقبض کنی. با هر دمت سینه رو بیشتر بفرست به سمت روبرو. کشش رو احساس کن. آرنجتو به سمت هم فشار بده، بیشتر قفسه سینه باز شه. گردنتو ریلکس نگه دار. و آروم میخوابیم روی دستامون. همینجوری که خوابیدی روی دستات، پاها رو اندازه عرض مت باز میکنی. دست چپمون زیر سرمون قرار میگیره، دست راست میاد کنار گوش. میخوایم دست و پای مخالف رو با هم بیاریم بالا. من یه بار ببینین. دست راستم میاد بالا، پای چپم هم میکشم بالا. دوباره میاد به سمت زمین، میره بالا. یعنی کتفمو از پشت دارم به هم دیگه نزدیک میکنم. دوباره آرنجام میذارم روی زمین. بریم با هم 10 تا نفس. 10. با انقباض باسن پا رو بکش بالا. 9 8 7 ادامه بده. 6 5 4 کتف از پشت نزدیک. 3 2
1. یه استراحت کنین، انقباض بازن رها، بعد جای پا رو عوض میکنین. این تمرین خیلی خوبه اگر خیلی قوز میکنی یا پشت میز میشینین، عضلات بالای کمرتون رو تقویت میکنه. دست راست میاد زیر سر، دست چپ میاد کنار گوش. دم دست و پای مخالف بیاد بالا. 1 2 با دمت دست رو بکش بالا، پا رو بکش بالا، با بازدم بیارش پایین. 3 دم بازدم. 4 ادامه بده، دم و بازدم. 5 یه بار دیگه دست و پا بالا و آروم رهاش کنیم. دست رو بذاریم کنار قفسه سینه، آروم پنجه های پا رو به زمین فشار میدیم، سینه رو جدا میکنیم، میریم به حالت سگ سر پایین. لگن میره بالا و بدن مثل 8 فارسی میشه. میتونی زانوها رو خم نگه داری، یکی در میون پاشنه رو به زمین نزدیک کن، کشش پشت پا، سینه رو بفرستیم به سمت عقب. فاصله دست و پا توی سگ سر پایین به این صورته که از حالت 4 دست و پا مچ زیر سرشونه، زانو زیر لگن، زانو رو جدا میکنی و لگن رو میکشی بالا. فاصله دست و پاتون بیشتر یا کمتر از این نباشه. آروم پای راستتو بکش به سمت بالا، صاف و کشیده. چرخش لگن نداشته باش. زانوتو خم کن، کف پا رو بذار بین دستات. اگه پات تا اینجا میاد با دستت کمک بگیر، پا رو بذار بین دستا. زانوی پای عقبی میاد روی زمین، میایم به حالت لو لانج. لگنمون رو میفرستیم به سمت زمین. نگاه رو به رو. دست بیاد جلوی قفسه سینه. لگن تا جایی که میتونی بفرست پایین. وقتی که لگنت رفت پایین، از آرنجات بگیر. سینه رو باز کن به سمت رو به رو. نفس بگیر. گردن ریلکس. دم. بازدم. لگنت بره پایین تر. دم. سینه بازتر شه. بازدم. بازوها رو از گوشت رد کن به سمت عقب. و آروم دستمون رو رها میکنیم، میذاریم دو طرف پا. یه ذره پاتون رو از دستاتون بکشین عقب‌تر، انگشتای دست رو جلوتر از پاتون نگه دارین، زانوی پای عقبی جدا میشه، وزن رو میندازی روی پای راستت، پای راست صاف و آروم پای چپ از روی زمین جدا میکنین. پای راستت اگه خمه اصلا اشکال نداره، پای پایینی میتونه خم باشه، پای بالایی رو صاف و کشیده نگه دار. گردن تو ریلکس نگه دار، کمر صاف. پا بره بالا، نفس. یا اینجا میمونیم، آپشن اول، یا آپشن دوم. کم کم دستامون رو از روی زمین جدا میکنیم، پا کشیده بالا، دست میاد جلوی قفسه سینه. میایم به حالت جنگجو 3. شکم منقبض بمون. پا رو بکش بالاتر، پای بالایی رو. و آروم پا رو میذاریم روی زمین، میستیم، دم میگیریم، دستا رو میکشیم بالای سر. با بازدم زانو خم میشه، دستا میاد روی زمین، سر رو رها میکنیم به سمت زمین. سرشون ها ریلکس، سرت ریلکس. از آرنجات بگیر، برو به سمت راست و چپ، تاج سر رها کن. یادت نره نفس راحت بکشی. دستامون رو میذاریم روی زمین، انگشتای دست جلوتر از پا، پای چپ و وسط دستامون نگه میداریم، کمر صاف، پای راست و آروم میکشیمش به سمت بالا. چرخش لگن ندیم، استخوان هیپ توی یک خط و نفس. پای پایینی رو به زمین فشار بده، شست پا رو به زمین فشار بده محکم. پای بالایی بمونه. با انقباض واسم پا رو بیشتر بکش بالا، بیارش موازی زمین. یا اینجا نگه میداریم، یه دست میاد جلوی قفسه سینه، آپشن دوم جنگجو 3. نفس، سینه و پا کاملا موازی زمینه. گردن تو ریلکس نگه دار، نفس بکش با بینی و آروم دستا میاد روی زمین. پای عقبی رو میذاریم ته متمون، پنجه‌شو، زانوی پای راست رو میذاریم روی زمین. میایم دوباره به حالت لو لانج.
زانو بالای پاشنه پا بمونه. سینه رو بفرستیم به سمت روبرو، لگنمون رو بفرستیم پایین. از آرنجامون بگیریم با دستمون. قفسه سینه باز. بازوها رو از گوش رد کن به سمت عقب. نگاه روبرو. دم. با بازدم لگن رو بفرست پایین تر. با دم بازو رو از گوشت رد کن و با بازدم لگن بره پایین تر. و آروم دستا رو میذاریم روی زمین. پامونو میکشیم عقب، میایم به حالت 4 دست و پا. خب لگن بالای زانو نباشه اینجا. شکم باسن رو بده داخل. لگن تو از زانوات بفرست جلوتر. سرشونه رو از مچت بفرست جلوتر. و آرنجتو خم کن، سینه رو بخوابون روی زمین. خیلی خوبه. کف دستت کنار قفسه سینه بمونه. نگاهت به سمت زمین. با انقباض باسن و شکم سر و سینه میاد بالا، سینه جدا میشه. کف دستتو 2 سانت از زمین جدا کن. آرنجا به سمت سقف. نفس بکش. دم و بازدم، دستت نرسه به زمین. پاها روی زمینه. کف دست جداه، بمونیم. دم. بازدم 2 تای دیگه. دم. بازدم آخریش. و آروم بخوابین روی دستت. تمرینای امروز خیلی کمکتون میکنه اگه قوز میکنین پشتتون رو کم کم بتونی صاف نگه دارین، چون عضلاتشه که ضعیفه دیگه. خب میخوایم بریم به حالت لوکست یا شالاباسانا. شکم باسن رو داخل نگه میداریم. دستامونو آپشن اول کنار گوش میمونه. آپشن دوم اگر راحت بودی پشت بدنت قلاب میکنی که این یه ذره شاید چالشی باشه، میتونی کنار گوش نگه داری. سر و سینه میاد بالا، نگاه روبرو. و آروم پاهامونم از روی زمین جدا میکنیم و میمونیم. شکم منقبض، باسن منقبض، فیله کمر ریلکس. نگه دار. نگاه میتونه به سمت زمینم باشه که گردنت ریلکس باشه. 5 تای دیگه. 4. نفس. 3. بمون. 2. 1. استراحت. چشماتو ببند. چند تا دم بازدم بگیر. دستا رو بذار کنار قفسه سینه. بریم به حالت چایلد پوز. زانوها رو باز کنیم اندازه عرضمت. لگن بیاد روی پاشنه پا. بیا روی نوک انگشتای دستت. دستا کشیده جلو بمونه. پیشونی تو سعی کن نزدیک کنی به زمین. اگه آجر یوگا داری میتونی پیشونی تو بذاری روی آجر. نگه دار. دستا رو حالا رها کن روی زمین. آروم برمیگردیم. میشینیم روی لگنمون. پاها رو جلوی بدنتون صاف کنین. سعی کنین کمرتون رو صاف نگه دارین. ولی اگر پشتتون این شکلی گرد میشه، دستو بذارین پشت بدن و ستون فقراتو صاف نگه دارین. پنجه فلکس باشه، انگشتا به سمت خودت. گوش از سرشونه دور، سینه بیرون. شکم داخل بمونیم. پای راستتو آروم خم کن. کف پاشو بذار خارج زانوی چپ. با دستتون از ساق پا بگیرین، کمر صاف بشه. کف دست چپمون رو میذاریم خارج زانوی راست. دست راستمون رو میکشیم عقب بدن و با انقباض شکم سعی میکنیم بپیچیم به سمت راست. گوش از سرشونه دور. اگه راحت بودی نگاه بره عقب بدن. اگه دیسک گردن نداری. نفس بمون. انقباض شکمتو بیشتر کن و با بازدم عمیق تر شو توی حرکت. سینه رو باز کن. و آروم برمیگردیم. پا رو دوباره صاف میکنیم. کمر صاف.
پای چپ میاد خارج زانوی راست. اول از ساق پات بگیر، بین ستون مهره‌ها کاملا فاصله بده، کمرت صاف شه. بعد با دست راست از خارج رونه پا، از خارج زانوت بگیر، دست چپ به عقب و با انقباض شکم بپیچین. این آپشن اوله. اگر راحتین توی این تمرین میتونین پشت بازوتون رو بذارین خارج زانو و به این حالت بپیچین. نفس شکم منقبض کن. دم و بازدم، سینه باز و آروم برمیگردیم. پا رو صاف کنیم. یک کوچولو زانو رو خم میکنیم. تا حدی خم کنین هر کی بسته به انعطافش میتونه ببینه که زانوش چقدر خم بشه. تا جایی خم کنین که وقتی خم میشین جلو سینه‌تون بخوابه روی رونه پا. بعضیا ممکنه مجبور شن بیشتر خم کنن که سینه‌شون بخوابه، بعضیا کمتر. سینه رو بخوابونین روی پا، دستا رو کنار پا ریلکس نگه دارین و تاج سر رها، گردن ریلکس. پیشین رو نزدیک کن به ساق پا، ولی خیلی نمیخوام چونتون به سینه نزدیک بشه. گردن رو ریلکس نگه دارین. اگه آجر یوگا داری میتونی دستاتو بذاری روی آجر. دم و بازدم بگیریم. با هر بازدم سعی کن سرشونهات رهاتر بشه. انگشتای دستت رهاشه. گردن تو ریلکس نگه دار. با هر بازدم بذار دستات ریلکس تر بشه. گردن تو ریلکس نگه دار. انگشتای دستتو رها کن. کشش رو باید پشت پاهاتون احساس کنین، پایین کمرتون احساس کنین. و آروم برمیگردیم. دراز بکشین روی کمر. پشت سرتون رو بزنین روی زمین، دست کنار بدن. زانوها رو خم کنین. از داخل سعی کنین کف پاتون رو بگیرین. زانوها میاد به سمت زمین. ساق پا عمود به زمین میشه. پنجه تو فلکسه. سرشونه این شکلی نمیاد بالا. سرشونه رو بخوابون روی زمین. گوش از سرشونه دور. کشش داخل پا. هپی بیبی. میتونی یه ضربه راست و چپ کمرتو ماساژ بدی. داخل پاها رو رها نگه دار. پنجه فلکس بمونه. چشماتو میتونی ببندی. نفس بگیر. و آروم پاهاتون رو صاف میکنین روی زمین. زانوی راستتو خم نگه دار توی قفسه سینه. پای چپ صاف. با دست چپت از خارج زانوی راست بگیر، بپیچ و با دست چپ پای راستو ببر به سمت چپ. دست راستت صاف، نگاه بره به سمت راست. اشکال نداره اگه سرشونت جدا میشه، ولی سعی کن زانو حتما به زمین برسه. چشما بسته. با هر دم قفسه سینه رو باز میکنیم. انگشتای دست ریلکس. آروم برمیگردی. جای پاتو عوض کن. با دست راست پای چپ رو میبریم به سمت راست. دست چپ کشیده، نگاه به سمت چپ. یه دم بزرگ بگیر، سینه‌تو پر از هوا کن. دم.
آروم برمیگردیم. پاها رو صاف و کشیده نگه دار. دستا رو بکش بالای سرت. دست و پا رو از دو طرف بکش. کل بدنت کشیده و آروم رهاش کن روی زمین. چشما بسته و میریم برای شاواسانا. انگشتای دست رو رها کن رو زمین. و شروع میکنیم از نوک انگشتای پا انقباضای بدنمون رو رها میکنیم. میایم تا بالا تا تاج سر. بذار کل بدنت رها باشه. انقباضی نداشته باش. سرشونه ها ریلکس. پیشونی رو صاف و کشیده نگه دار. یه دم بزرگ با قفسه سینه بگیر و با بازدم سرشونه ها دستا رو رها کن. حسی که تو بدنت داری رو ببین. هر چقدر که دوست داشتی میتونی توی این وضعیت بمونی. اگر که آماده بودی تمرین تو به پایان برسونی، انگشتای دستتو حرکت بده. انگشتای پاتو حرکت بده. زانواتو خم کن به سمت راست، به پهلو راست. بخواب خودتو بغل کن. با چشمای بسته آروم بشینیم. دستمون بیاد جلوی قفسه سینه. یه دم بزرگ بگیریم و یه بازدم عمیق. و آروم با لبخند چشممون رو باز کنیم.